سلام و درود، وقت همگی بخیر. دوست عزیزم، همراه من، امیدوارم هر جا که هستی غرق در عشق و فراوانی باشی، حال دلت خوب باشه. من سانی هستم، انرژی خان تاروت خان، در خدمتتون هستم. یک انرژی خانی داشته باشیم به واسطه قهوه و تاروت، ببینیم که تقدیر و سرنوشت رابطه احساسیمون قراره که چی بشه. لطفاً واسه که زیاد وقت گرفته نشه، لطفاً نیت کن، اسم خودت و شخص احساسیت رو تکرار کن. بریم سراغ کارتا. ممنون میشم حمایت کنید لطفاً. اگه تازه وارد هستید و کانال رو منو میبینید ممنون میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تقدیر و سرنوشت رابطه احساسی. یه بار دیگه بر میزنم، لطفاً اسم خودت و شخص احساسیت رو حتما تکرار کن. با من هم انرژیشو خب دوست عزیز، شخص احساسیت و خودت خیلی تو پیاماتون یا دیداراتون سر موضوع خانواده یکی شدن با هم صحبت میکنید. این تو کارت اول اینو داره نشون میده. فکر شد از پیام‌های عاشقانه، صحبت و گفتگوهای خاص و اینکه خانواده، حالا تقدیر و سرنوشت به شخص احساس خانوادهش در جریانن، میدونن و قشنگ مشخصه که یکی از اعضای خانوادهش، حالا مادر، خواهر، فرقی نمیکنه، از این سمت برای شما خیلی پیگیرن. خیلی خوبه اینجا. اصلا کارتا انقدر خیلی کارتا به نظر من کارتا مثبته. حتما تا آخر ویدیو باش، چون قهوه‌رم در کنارش دارم میبینم. رو وعده 10 انقدر بتونم. آره این 10 ببین چه خوشگل افتاده. خب انشالله که داری انرژی خانی رو گوش میکنی و نگاه میکنی، نیت کردی ستاره احساسیتون جفته رو 10 وعده نزدیک. انشالله حرفایی رد و بدل میشه که حال دلت خوب میشه، یعنی تقدیر و سرنوشت رابطت تکون میخوره. به قول خودم حالا هل میدن به سمت جلو جفتتون با هم. چون به نظر من شما دو تا هم دیگر خوب انتخاب کردین. فقط یه ذره بعد این ساده بودنه اعتمادتون رو به دیگران کمتر کنید. چون جفتتون داره به من نشون میده که بلند پروازی های خودتون رو دارید. شاید به مهاجرت با هم فکر میکنید، دوست دارید حالا برید و مسیر رو برید، چون یه مسیر رو انشالله به امید خدا شاید هم مسیر بشید با هم، چون تقدیر و سرنوشتتون با همه. ولی قشنگ برای یه سریاتون اگه تو حروف اسمید حرف ف هستش، مسیرتون، راهتون به دور داره به من نشون میده. اینجا تو قهوه من مطمئن باشید من اینو دارم نگاه میکنم که اینم توضیح میدم. ببین دوست عزیز، رابطه گرمیه، تو تاله هم هست. این ستاره احساسیتون جفته، فقط سر به هوای اونم گفتم. الان تو قهوه اینو داره به من نشون میده که یه سری تقدیرتون، حالا سرنوشتتون با یه موقع‌های با بیپولی رقم خورده، اما عشقتون به هم اوکی، اما دوست داشتنه هست.
انتخاب دو طرفه هست. عشقش وقت یک طرفه نمیشه. اگرم باشه که مطمئن باش اگه یه طرفه باشه که خب کلا کات میشه. خب ببخشید تشه زدم میشه میمونم. شما دو نفر که دارید حالا راجع به شخص احساسی هم دارید اینو نگاه میکنیم، من دارم میبینم توی قهوه ماله هم هستیم به شرط اینکه یه سری از مانع ها کنار بره. یه سری مانع ها باید کنار بره و یک قشنگ من ببینید قرار نیستش که همیشه نمادین باشه، بعضی با اسم میفته. من میبینم که شخص احساسی یا جفتتون به یه چیزی مثل انگشتر، مثل نشون، مثل چیزی که دلگرم کنه جفتتون به رابطه تهیه بکنید برای حالا رابطتون. رابطه خوبیه به شرط اینکه من نمیدونم چرا اینجا داره به من نشون میده یه سریا خیلی سرشونو کردن توی رابطه. این آدمایی اگر احساس میکنی یه سری آدم انرژی خوار منفی دورتون هستن، چه از سمت شما چه شخص احساسید، اینا رو سعی کن حذفشون بکنی. چون رابطت ببین قشنگ داره به من نشون میده یک درخت پربار، یعنی ریشه داده، برگ داده، به ثمر داره میرسه. مریم، من اسم مریم رو قشنگ دارم اینجا میبینم. اسم مریم رو اگر اسمت مریمه و داری انرژی خانی رو گوش میکنی، اصلا اگر مریمی رو داری انرژی خانی براش بفرست، چون قشنگ مشخصه که میخ رابطه رو کوبونده. قشنگ در کنارش من دارم چکش میبینم و شخص احساسیش که در کنارش حالش خوبه، داره به قشنگ اینجا داره به من نشون میده که شخص احساسیش داره به آینده فکر میکنه. این به آینده فکر کردنه خیلی خوبه. مسیرها بازه. خدا رو شکر الان تا میبینن دو نفر با هم خوبن میرن دست به کار میشن یه سری کارا رو انجام بدن. میدونید منظورم چیه هستش که دو نفر از هم جدا کنن، موش به دونا. گفتم آدمای سمی رو جدا کن، مسیراتو مازه. من مانع نمیبینم، من سنگینی نمیبینم بگم سنگینی داری، جادو داری، داده، اصلا همچی چیزی نیستش. ولی باید یه ذره حساب شده با همدیگه قدم هاتون رو بردارید، چون هر کدومتون ببین با هم فکراتون رو میکنه، حرفاتون رو میزنید، ولی یه لجبازی من دارم میبینم. گهگداری با هم لجبازی میکنید. ببین اگه قرار تقدیر و سرنوشت ما یکی باشه، اوکی باشه، یه ذره لجاجت و لجبازی رو کنار بذارید. اسم حسین دارم میبینم. اگه شخص احساسید اسمش حسینه، حالا شاید اصلا دو اسمه باشه، داره به من نشون میده که این آدم اصلا کنار گوشت وایساده، داره بوق این چیزا هستش، اسمش خوبه. چی اسمش؟ حالا حضور ذهن ندارم ببخشید. حالت بوق یعنی در کنار شما شاده، خوشحاله. دوست عزیز، با کسی که توی رابطه هستی دو وعده نزدیک یک شادی و خوشحالی جمعی میبینم. انگار که انشالله که تقدیر سرنوشت برسونتتون به هم. ببین اینجام داره اینو به من نشون میده ها، فکر نکن اینجام داره وقتی کارت 6 چوب میفته خبر از ازدواج، شادی، خوشحالی و صحبت و گفتگوهای خانوادگی. اما اینم بگم اینجا گفتم شاید یه سری چالش‌های مالی و پولی داشته باشید. یه ذره خانواده‌هاتون متفاوت فکر میکنن، این هم بگم یه ذره متفاوت فکر میکنن به خاطر اینکه نه به شرط اینکه به خاطر اینکه اینجوریه که شاید حالا برای مهریه و یه سری چیزا، این چیزا که خیلی بابه، نظر یکی نباشه. اگر این چالش به وجود اومد، این چالش از بین میره، یا شاید هم الان راجبش دارید بحث میکنید، شاید یه موقعی به مشکل میخورید که اون آدم داره بهت میگه که ما اینجوریم. حالا بعضی رسم و رسومات خودشونو دارن. به نظر من توی ازدواج رسم و رسومات الان خیلی قدیمی شده. اگر که دیدی اینا هستش یه جدیش نگیر. ببین این شخص احساسی داره به من نشون میده که یک نفر گهگداری در گوشش میخونه، هر کی که هستش داره خانم رو به من نشون میده. ما موهایی که تا دم مثل حالت مصری، این مدلی موهاش، پایین گوشش موهاش در گوشش میخونه، نه که بد باشه ها،
حالا شاید هشدار میده، شاید بهش میگه که واسه سرنوشت تقدیرت، حالا هر کی که انتخاب کردی بیشتر دقت کن. حالا اصولا مامانا اینجوریان، باباها میگن، مامانا تکرار میکنن. من اینجا داره به من نشون میده که شخصی که نیت کردی، ببین هر جای قهوه تفسیر خودشو داره، اگه بخواد آدم خیلی کلی نگاه کنه، پشت هم دارید راه میرید، تقدیر سرنوشتتون انگار هم دیگه، ببین یه جوری هم مثل آهنربایین، شما دو تا با هم دیگه بسته این جذبین، داره میره پشت سرش داری میری. این پسر رو داره به من نشون میده، اینجا خانم رو داره به من نشون میده، دارید پشت سر هم دیگه میرید. یعنی قدم هاتون، زندگیتون و سرنوشتتون شما دوتا رو انگار داره به همدیگه میکشه و به سمت سوی خودش میبره. و وقتی اینجا قطع میشه میره رو به روشنه، میره رو 3 تا خط قشنگ روشن. گفتم بازم اینجا داره به من نشون میده یک کدومه توی ذره لجبازی. ببین عزیزایی که خصوصا تو حروف اسمت حرف ب داری، ت داری، آ داری، رو 10 وعده نزدیک، تقدیر و سرنوشت رابطت خیلی خیلی خوشگل میشه، اونجوری که دلت میخواد میشه. داره این رو به من تو قهوه قشنگ نشون میده. اینجاست. حالا من خیلی شفاف سازی میکنم واقعا تو انرژی خانی، ما بسیار اصلا نشون نمیدم. دوربین یه جا کاشتن، کارت یه طرف قهوه هم گرفته تو دستش، داره میگه من دوست دارم که نمادها رو ببینید. حالا منم هر کس، همه خوبن، همه اوکیان، همه قشنگ انرژی خالی میکنن، منم تو جایگاه خودم. ببین تقدیر و سرنوشت، شاید اینو بهت بگم که حواستو جمع کنی، شاید حواست بد باشه. تا هر موقع انرژی خانی رو گوش میکنی بیه دقیقاً برج 8 امسال 405، اش فکر کنم میشه آبان دیگه، مهر آبان. دقیقاً حواست باشه یه ذره چالش تو رابطت پیش میاد، خصوصا اگر تو حروف اسمیت حرف د و ر داری. ولی برج 8 که رد بکنیم، یعنی 30 روز که رد بشه دوباره رابطه گرم میشه، اوکی میشه. شاید یه ذره این وسط ها یه به هم خوردگی پیش بیاد، یعنی حرفایی بشه که بالاخره همه تو رابطه هاشون پیش میاد، ولی شماها خط زندگیتون روشنه، خط زندگیتون با همه. خدا در تخته رو میگن با هم جور میکنه، واقعا اینجوریه. اگه داری انرژی خانجی رو گوش میکنی، این 40 ساله داره به من نشون میده که حالا یک قشنگ یک آدم کامل بالغ رو داره به من نشون میده. و اگر رابطه احساسی یکی دوری فاصله داره ازت، شماها به واسطه شخصی که تو حروف اسمش حرف که داره، رابطتون شاید، حالا من میگم تو حروف اسمش حرف که داره، اینه که شاید یه آدم واسط است، کمک کننده است، یاری رسونه، نگران نباش. حرفی میخوام بهت بزنم اینه که یه ذره فاصله در میونن بعضیاتونو، و گفتم بالای 40 سال یه شخصی که تو حروف اسمش حرف که داره، این سرنوشتتون رو با هم دیگه جفت میکنه. بعضی آدما کلا به نظر من انرژی های خوبی دارن، یعنی خیلی آدمایی هستن که راه مسیر آدما رو به هم دیگه میرسونن، به جای که قربونش برم هر جوری میبینیم الان همه دارن تا یکی با یکی خوبه بخواد رابطه‌شو خراب کنن. ببین عزیزی که توی ماه مهری، اگر که مهر ماهی هستی با یه شخصی تو رابطه احساسی هستی که تو حروف اسمش حرف پ داره بهت در قشنگ اینجا داره به من داره فکر میکنه و به مسیری که باهات میخواد قدم برداره. قدم تو برداشا، قد مسیر عاقبت به خیری رو دارم میگم، عاقبت به خیری رابطه رو. خیلیاتون که در این انرژی خانی رو گوش میکنین، امیدوارم که تا 30 روز آینده اتفاقای خوشحال کننده، و من قشنگ اینجا جشن خوشحالی نامزدی، بله برون ماهی شانس، ماهی توپل، و تو کلا هر کی که انرژی خانی قهوه میکنه ماهی رو شانس میبینیم، اقبال میبینیم، برکت میبینیم. منم همیشه همینو میگم. خب ببین دوست عزیز، یه قشنگ جفتتون، ببین اگه خانومی که حالا اینم آقاه،
قهوه. آره ببینی آقای وایساده، این خانم میبینی چه دامن خوشگلیه. اینه که تقدیرتون با همدیگه انشالله به امید خدا ازدواجه. رو 70 داره به من نشون میده، 70 روز، نه 70 سال، ماه که نداریم، و 70 روز آینده انشالله تقدیر شماها رو به هم برسونه. و البته یه سریتون داره به من نشون میده سختی ها کشیدی، ناراحتی ها کشیدی، جدایی، حالا قهراشی که همه دارن، ولی شماها اگه که نیت کردی رو شخص خاصی، البته اگر شخص احساسی آدم متوسط قدش، مثلا حالا خود زد با هم فاصله قدی ندارید، مثلا شاید شما مثلا دارم میگم تو خانمی 1.65 67، آقا مثلا 74 74 به 80 نمیرسه، خیلی بلند نمیبینم قدشو. اسم مهدی دارم میبینم، قشنگ اسم مهدی رو دارم میبینم. اگه با مهدی نامی تو رابطه هستی، شماها یه ذره سختی ها و گرفتاری ها رو دارید، سردی افتاده، تقدیرتون با همه. ببین چون شخص احساسیت یه ذره داره به من نشون میده که مثل مورچه قدم بر میداره. ببخش مورچه چیه؟ لاک پشت، آروم آروم عذرخواهی میکنم، بالاخره ما امرت میزنیم که موقعی پیش میاد. اینقدر که بعد هرچه که میبینم بگم، یکیتون داره به من اینجا نشون میده که تقدیر و سرنوشتتون انگار با هم دارین درس میخون، شاید توی دانشگاه از شاید اصلا هم رشته هستین. داره نشون میده که رشته خوبی هم هست، چه مهندسیه، چه من پزشکی، دندان پزشکی، اصلا هرچی. داره نشون میده که یک مسیر خوشگلی براتون باز میشه، یه مسیر قشنگ. سارا افتاده، اسم سارا رو من دارم میبینم که این طیف اینجور. اگه اسم سارا و داری انرژی خاندی رو گوش میکنی، برات موفقیت میبینم. سنتو زیاد بالا نمیبینم، یه دختر خانم جوانی هستی، انشالله که با شخص احساسیت قدم های خوشگلی رو برداری، چون قشنگ مشخصه که اتفاقا سارا تو اومدی پشت این آدم وایستادی، یعنی خیلی کوچولو کوچولو بزرگ بزرگ اذیت شدی، ولی این آدم رو برای خودت نگرشی، چون از اون آدمایی هستی که به نظر من از این شاخه به اون شاخه تو زندگی نپریدی، یکی رو انتخاب کردی، هم مسیر شدی برات و تقدیرم برات این آدم رو تو سرنوشتت قرار داد که با هم دیگه مسیرهای خوشبختی و ترقی و پیشرفت رو با هم دیگه ببرید، یعنی جلو ببرید و با هم اوکی بشید. داره حرف شین رو به من نشون میده طیفین جون. ببخشید من نفسی کم میارم. حرف شین رو داره به من نشون میده و آدمی که چقدر این شخص استدید اما اگر چرا داره تو حرفاش، تو فکراش، جز به جز داره همه چی رو میدونی. آدم که انگار ذره‌بین گرفته دستش، موشکافانه داره به همه چی نگاه میکنه و دوست داره که هر قدمی رو که برمیداره درست برداره. حالا بعضی دوستان کلا تیراشون رو خوشگل به هدف بزنن، آدمم همون جوریه. ببین قشنگ چه خانمه دارم میبینم، انگار که تقدیر سرنوشت، نمیدونم ذکر میگی، تسبیح میشموری، چیکار میکنی. شخص احساسی باید هم مسیر، اصلا نگران نباش. حالا اون احتمالاتو گفتم، ولی اینجا من ببین عشقو دارم میبینم. فقط این که یکیتون یه سریاتون انگار که نمیدونم توی شهری هستی و داری انرژی خانی رو گوش میکنی، دور و برت آبه، حالا شاید تو خارج از کشوری، شاید جنوبی، تو تهران، سمت جنوب ایران هستی، سمت شمال هستی، اصلا هر جگه هستی، با کسی که توی رابطه احساسی هستی باید سر این آدم یه ذره صبر بکنی. حرف تو حروف اسمش حرف یه داره، باید ذره سر این آدم صبر کنی که تقدیرتون اونجور و سرنوشتتون اونجوری بشه که این عشقی که بینتون هستش به ثمر برسه و اونجوری که دلت میخواد بشه. خب من قشنگ یک آقا رو دارم میبینم، سخت داره تلاش میکنه، تو حروف اسمش حرف 3 داره و
برای بعضی افتاده اینجوری باله، انگار که به سختی داره میکنه میره جلو و اونجور که میخواد میشه. قشنگ اردیبهشت ماهیه این آقا. اگه به کسی تو رابطه احساسی هستی و اردیبهشت ماهی هستش، من برات میبینم که داره برات تلاش میکنه، داره سخت تلاش میکنه که بهت برسه. تقدیر و سرنوشت هم واسه آدمای تلاشگر خوشگل میسازه. آدمایی که تلاش میکنن بهتر به هم میرسن. همه چی رو گفتم، به خدا همه رو توضیح دادم، هر چی که دیدم و گفتم. بیشتر از این نمیبینه چشم، یعنی نیست که بخوام بگم یه ساعت و نیم من چون قهوه رو دور بزنم. امیدوارم که از این انرژی خانی لذت برده باشه. امیدوارم تقدیر و سرنوشتتون خوشگل رقم بخوره، با لطف خداوند رقم بخوره و به هم برسید اونجور که دوست دارید بشه. اگر وقتت گذاشتی، انرژیتو گذاشتی، بشه اون چیزی که میخوای. از خدا من برای تک تکتون بهترین ها رو میخوام. حمایت کنید لطفا دوستان. به خدا بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.